السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبينون عزت من الله سبحانه وتعالى نگهبانی حرکت ما و شما باشه. هواداران شبکه صلاح جامعه، یعنی آیا برادر با برادر دشمن شده میتونه؟ یا اینکه آیا انسانی که پیدا میشه و برادری که به خاطر الله باشه و از فرزندی که پدر کده بالا باشه، آیا همین گونه برادرها وجود داره؟ البته. حضرت علی رضی الله عنه کرم الله وجهه میفرماید که رب اخین لم تلده امه، مقصد بعضی برادرها پیدا میشوند که از فرزند مادر بالاتر هستند. سبحان الله، در اصل همین کار وجود داره هستند که الله سبحانه و تعالی میفرماید انما المؤمنون اخوه، بدرستی که همه برادرها، همه مؤمن ها برادر هستند. هر کسی مؤمن مسلمان است اونها برادران ما هستند، الحمدلله. لیک در اینجا هستن بعضی برادرها هستن منافق هستند که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روزی از روزها میشه که بعضی برادرها که دوستی میکردن در دنیا با هم دشمن میشوند، مگر که اونها که اهل تقوا هستند. یعنی دوستی یا رفاقتی میگین ماشین تمیتش خانه را میده، گفتی که با زن فرزند نمیشه. عموما میگم در حیات زندگی که خاص به خاطر الله خدمت چی میکنی، لیک در یک اندک کمبودی، در یک نافهمایی چی میشه دشمن میشه. الله را در قرآن میگه در اصل همین چیز هست. بسیاری هاتون شاید دیده باشن این حالت ها را در زندگی خودتان. به همین خاطر یعنی الله چی میگه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی برادر با برادر دشمن میشن مگر که اونها که اهل تقوا نباشن. خب بگذاریم در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی به خود دوست نگی، یار رفیق نگی مگر که مؤمن را، و طعامت را مقصد کسی نخوره که او اهل تقوا مگر نباشه. وقتی که انسان به خاطر الله برادری میکنه، نگه نمیکنه او چکو کرد کیه چیه در کدام حالته، فقط در برشه گفتی با دستش در سری کتیف شای مگر رفیق برادرم دوستم در خرسندی و در زیقی در بردم، در مشکلی و در پولداری و در کمبغلی در بردم، این را رفیق میگن. یعنی این گونه رفیق ها الحمدلله وجود دارن. بعضی برادر هستن که والله قسم میخورم ای فرزند پدر در بالاتر هستن، ای فرزند مادر در بالاتر هستن. یعنی بعضی برادر هستن سبحان الله اکا با اکا ساز نمیگیره، ایش سبحان الله دشنام میخونه بیرون و دیگه جنگ جنجال دیگه، بعضیش اولویش عقارت میکنن دیگه کارا میکنن. عموما بعضی برادر هستن که سبحان الله برای دیدار برادر زار هستن، انتظار هستن. با اون خاطر انسانی که یعنی خاص به خاطر الله والله قسم میخورم که برادری میکنه که یعنی در پشت تو در نبودن تو بالای تو یگون مشکل میاد، حالا که تو خودت خبر نداری والله مشکل تو حل میکنه و ترا زنگ نمیزنه که نمی خیلی مشکلی شدگی است که ترا آزار نتم برادرتم فرقش چی حلش کنیم که من حلش کنیم. من برادرتم به خاطر الله ما قول دادیم که به خاطر الله برادری میکنیم، مشکلیتون حل میکنن یا که پرابلماتون والله قسم یا که یک زنگ تلفنی قطعی زنگ میزنه برادر عزیز خوبی تنجی میگم خیلی مشکلی دارم، سبحان الله میگه تو چرا مرا نگفتی؟ در کارش مولا ماشینش میفروشه، در کارش گفتی اپا خانه‌ش میفروشه. یعنی خاص به خاطر الله خدمت میکنه، تو اینکه گفتی که در مشکلی نزنی. یعنی همین گونه برادرها الحمدلله در ما وجود داره، در گیر اطراف ما هم هستن الحمدلله این گونه برادرها، لیک به نهایت و به نهایت کم هستند. یعنی مثل فرزند پدر در برد هستند. خدا نکنه از اون روز یک مشکل شود. مثل بعضی برادر اگر اهمیت داده باشین یک بار زنگ میزنی میگوی نمیتری کار کن در کار، خلاص میگیرم ما با کلا گرفتم، ما با عهده گرفتم،
یعنی بعضی برادرها میگویم خیلی کنده ما نمیتونیم نمیدونیم چی در کار دیگه بیامونش ما یا کسی دیگر را بگو از در برادر خدا نیابده. براتی گفتی که با برادری که به خاطر الله هستی یک خوشبختی یک آرامی، هرچند که اگر که هر روز هم زنگش نزنی، هرچند که هر روز هم زنگ نزنه، لیک در ذهن هستی وقتی که نماز میخواد است بعد آمین که الله سبحانه و تعالی اون برادری منه که به خاطر تو یا الله ما دوستی و رفاقت میکنیم نگهبانش باشه. یعنی خدای نخواسته در یک مشکلی میزنه، هر کسی که باشه یک زنگ تلفنی خیلی گفتی با کارت حل میکنی که پول در کاره، مال در کاره، چیزی در کار باشه در برتیم. یعنی انسان وقتی که این خیلی برادر داشته باشه گفتی که با قناعت میگیره، گفتی که با اون که یک دیگه خیلی حس میکنه. وقتی گفتی که با 5-6 برادر منافق داشته باشه این خیلی یک بگیم بیچاره یک حس میکنه که میترسه در یکونجا گپ زنه. یک مشکلی بالای سرش بیاد دولین میزنش بیچاره برای که درگیر در اطراف نیست برادر. اگر که هر کسی که به خاطر الله خدمت کنه برادری کنه اون برادر خودشون پیدا میشه. شرط نیست که برای اون کسی پیدا کنی، اونا خودش به خاطر الله گیر در طرف پری برادر میشوند. لیکن از پری برادرای زیادی بعضیاش منافق هستن، بعضیاش کثافت هستن، بعضیاش خبیث هستن، بعضیاش به خاطر اون خالقی که ما و شما را خلق کرده یه اون به خاطر الله برادری میکنه، نه به خاطر ثروتت، نه به خاطر ملک و مالت، نه به خاطر اونه که بین مردم مشهور هستی، نه به خاطر اونه که علم داری، نه به خاطر اونه که جاهلی، نه به خاطر اونه که سپرسمنی، نه به خاطر اونه که مردم میشناسند که ات منفعته، نه به این خاطر گفتی که با چی میکنه یاری رفیق میکنه، خاص به خاطر الله برادری میکنه. الله هر یک از این ما و شما را این گونه برادران نصیب گردانه. یعنی برادری که این گونه برادرها دارن لذت شیرین حیات احساس میکنن. خداوند نگهبانتان باشه هر کجایی که باشین. الله هیچگاه در سر شما یگان مشکلی نویه. انسان وقتی که احساس میکنه در گرد اطرافش کیه در یگان مشکلی میزنه، یگان پرابلم داره میزنه. حتی راستای پرمیر وقتی که در بلینسه میخوابی بعدن میبینی که به زیارتت میایه و کی زنگت میزنه و کی گفتی که با میره درو تا میخره و کی در پی سلامتی تای اونجا میفهمی. الحمدلله فرزندای پدر از ایده بهتر و بالاتر چیز شیرین نیست. فرزندی پدر گفتی که پا مشکلی به سرت بیایه نمیگه که چوه ای کار کردی، چرا این کار میکنی، نمیکردی میشید. این گناه گپا را نمیگه، تمام میگه چیزای حلش میکنی پیریود نزد پوچی نیست. حالا اونه اوجه پرابلم بگیم سر داد، مشکلی به سر انسان آمد، اوریا کرد، جنگ شید، دیگه همه کارا شید، چوه نمیکردی، چوه اوجه ایجا بفایده هست بخاطر اوجه که علی کار انجام داده است، اوجه کار رخ داد، پرابلم سر شید، همه شید، اوجه نزد پوچی نیست. یعنی فرزند پدر گفتی باید قناعت چخته که برادر عزیز ما دبرته مشکلیت مشکلی ما های، خرسندی ما های، زیقیت زیقی ما های. الله نگهبان هر یک ما و شما باشه. با دعا باشین. خداوند هر کجایی که باشین در حفظ امان الله باشین. باقی مونده در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.